خب بچه یه جا پیدا کردیم که عالیه، تو شیشه‌گریه ولی نگاه دکور، نگاه فضا، اصلا انگار اومدی ژاپن. برو داخل هم بگی، برو داخل هم بگی ببین چه فضای خوشگلی داره. یه چند تا خریدم زدیم. از این مجسمه ها میگیریم و از این واسه روی کانتر دستی چیز فرهنگه خیلی دوست دارم. من مخاطبش خیلی اون بسط بسط کار نداشته باشه دلت نهایتاً اون سایزه نهایتاً میگه مثلا من نمیدونم دیگه چجوری هست. فعلا این خریدای امروز قیمت ها خداییش مفت عالی. بریم ببینیم جای دیگه پیدا میکنه.